سلام. به سومین چالش دیت کارت خوش اومدید. خب اول 2 تا ویدیو قبلیمون رو بریم ببینیم، نظراتتون رو بگین، سابسکرایب کنین، لایک کنین، کامنت بذارین و اینکه قراره این چالش دیت کارت رو تا 30 روز باهاتون ادامه بدیم. چالش 30 روز است. خب بریم سراغ چالش امروز که قرار امروز موین به هم بگه چند دیت کارت رو بس. الان برم ساعت بیارم نبینید. خب قراره وایسه یه لحظه صبر کن، بذار حرف بزنم. خب ببین الان من این کارت ها رو در میارم. این کارت ها دست شما، من به شما عدد میگم، این دفعه شما در میاری چند دومی باشه. خب این کارت دست شما. خب یه بر اول بدم بر بزنم. تو خوب بر نمیزنم بابا، کتاب دادی دست ما. بده من بابا. اصلا بر نزدم سری پیش. زدیم. نزدم. زدیم. بدون بر بود. بدون بر اونجوری. یس. خب بیا. نیت کن. بسم الله. خب شما دهمی. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دهمی. بخرش. بخرش. وای خدا کنه یه چیز واقعا باحال در بیاد. من به عدد بگم بد در میاد. بادبادک بد بود. یه طلوع اینجا من دارم میبینم. طلوع خب چیز خوبیه دیگه. میدونم باحال باشه. چقدر داری طول میدی بخرشی. بخرشش. امروز که دیگه گذشت. امروز سحر، فردا صبح. امروز سرخیز باشید. فردا جامعه میخوام بگم بخوابم بابا. سرخیز چیه؟ سرخیز انه. من دوباره باید واسه تو بوق بذارم؟ یعنی من تو هر ویدیویی باید برای تو بوق بذارم؟ سرخیز چیه؟ خب اینو بریزم بیام. لیلش نیش خدا فردا صبح پا نمیشم برای پایین میشیم. میگه که امروز سرخیز باشید. قبل از طلوع آفتاب به مکانی مناسب بروید و در مورد هدفهای مشترکتان گفتگو کنید. منتظر طلوع آفتاب شوید و از دیدن آن لذت ببرید. آقا ما ازدواج کردیم، دوست دختر دوست پسریم مگه؟ ما خیلی دیگه حرفی نداریم. ما 8 سال صحبتامون رو کردیم. حرفی نداریم بزنیم دیگه. ولی میتونیم بریم طلوع آفتاب ببینیم. ماندگار عزیز دلم یه لحظه نگاه کن. ما خب الان یه مدت طولانیه که 5:30 صبح داریم هر روز پا میشیم. خب امروز صبح شما ساعت چند پا شدی؟ 5:30. خب فردا چند شنبه است. چه روزی ما در طول هفته میتونیم بخوابیم؟ حرف بزن. جمعه. خب بعد فردا جمعه پاشم. خب نمیشه برعکسش کنیم با بچه‌ها؟ لانچیکو منو وایسا بزنیم. برعکسش کنیم. یعنی غروب رو ببینیم. آقا ما غروب رو دیدیم. درباره چی حرف بزنیم؟ چه حرف نزنیم. چی کار کنیم؟ آقا ایدهش با من دیگه. الان باید ایدهش رو بگم. آره بگو. عصبیم. بگو باید جمع بدونم. میکنیم میریم پیکنیک غروب رو میبینیم. برو بابا پیکنیک چیه؟ پیکنیک بریم. چی درست میکنی غذا؟ خوشمزه است؟ آها مایی. پیکنیک بریم. به جای طلوع پس میریم چی رو میبینیم؟ غروب. به جای طلوع غروب رو میبینیم. نشستم به در نگاه میکنم. بچه‌ها پیج اینستام فالو کنین. خداحافظ دیگه. نکنه فلان. بریم دیگه، بریم کار رو انجام بدیم. بریم. شب بخیر. خداحافظ. مثلا قرار بود پاشیم بریم ویدیو بگیریم. نظرت چیه؟ خواب موندیم.
دارم آماده میشم تون بریم که از غروب خورشید براتون فیلم بگیرم. بچه تون آماده شدیم، من و معین و مرفی بریم برای طلوع غروب خورشید. بعد اینکه بچه کم دیر کردی، یعنی غروب خورشید ساعت 4:53 نمیدونم، الان ساعت 4:59 است. ولی خب ما داریم یه لوکیشنی میریم که نزدیک باشه و اینکه اون لوکیشنی که میخواستیم بریم نشد دیگه بریم چون خواب موندیم. مستقیم بچه ها داریم میریم. یک کوچولو هم شیشمون مثل این که کثیفه. آبم نداره بدتر شد. ماهی مثلا اسم میکنم غروب نیست، شب داره میشه. شب داره میشه. هر چی باید طلوع آفتاب ببینیم، غروب آفتاب چی بشه آفتاب میبینیم دیگه. هر تو ویدیو اول اصلا غروب آفتاب. خب توی مسیرمون الان یه هاپو اونجاست. مورفی داره خودشو میکشه. مورفی آینه. مورفی داره خودشو میکشه. مورفی ولش کن، از اون در حد تو نیست. نخوریم اون رو بیرون. اصلا دیدی مورفی پارس نکرد؟ فهم خواستم تو رو زایه کنم. فکرم لباس هم لکه. خب بچه ها رسیدیم به مقصد. بچه ها اینم از غروب، ولی یه حالت انگار دیر رسیدیم یا هوا مه داره. دیر رسیدیم، باید آفتاب رو میدیدیم. آفتاب بره پایین. آفتاب رفته پایین الان دیگه، ماه داره اونور در میاد. ما این چی کار کنیم؟ یکی دیگه بگردیم بچه ها. اینم از دیت سوم. بچه اون کوه رو نگاه کنیم. واسه بیام میتونم بهشون نشون بدم. ما این با گوشی من باید نشون بده ازم، گوشی تو که نمیگیره. با گوشی من باید نشون بده. سامسونگ داره پرچم ببریم بالا، بالاخره سامسونگ میتونه اون کوه نشون بدهش. اون کوه ها نگاه کنیم، اون کوهی که اون ته برف اومده. جلوشو گرفتی معین. بان بذارین دوباره بهتون نشون بدم اینجا. خب شبیه غروب هست. بیا اینجا، بیا اینجا. شبیه غروب هست دیگه. اواخر غروبه دیگه، داره غروب تموم. یعنی ما از طلوع خورشید رسیدیم به غروب. غروبم نگرفتیم. بچه وایسی غروبو یکم پشتمون ببینن. معین نگاه کنید غروبو. یعنی هر جور دارم ثابت میکنم که این غروب. اصلا نمیدونم چی پوشیدم اومدم. چی هم پوشیدم؟ ولی من میدونم چی پوشیدم. تموم شد. خیلی تاثیرگذار. چیکار کنیم الان؟ چی دیگه، همین دیگه. به پشه. خدا پشه بود. خب قراره کوه با گوشی معین مثلا ببینیم اینجا. خب این الان کوه، کدوم کوه؟ این کوه یا اون کوه؟ نه اون کوهی که برف داشت کوه. اون دیگه رفته پشت ابر. بذار همین نشون بدم بچه. خب دیدم. قبول نیست اون آدمای رو کوه نمیبینیم. عزیزم یه بزر من دارم میبینم اینو میره بالا. بوز؟ آره بز داره میره بالا. این کوه دیگه آدم نمیره بالا که. بچه ها بیایم بهتون همین غروب رو نشون بدم. ببین چند خوشگله دیگه. غروب همینه دیگه، مگه نه؟ جاش هم جای الان تایم خوب نیست، انقدر پشه داره سوراخمون کرد. حالا باورت شد پشه داشت میزد تو رو. آره کپی رایت میخوره دیگه. ما این میای برگردیم
خیلی پشه داره. آره دیگه غروبو گرفتیم. بریم بچه‌ها، غروبو گرفتیم. من این هم از چالش سوم. ولی بچه‌ها من خیلی هم سر بلند در اومدیم. اصلا دوست نداشتم بچه‌ها. دوست نداشتم. خیلی هم قشنگ بود. بابا این چیه من پوشیدم؟ چرا اینو رو این پوشیدم؟ بچه‌ها من اصلا دوستش نداشتم واقعا، ببخشید ولی دیگه سابسکرایب یادتون نره. تو رو خدا حساب نکنی، یه ویدیو قشنگ‌تر میگیری. آره یه ویدیو خوشگل‌تر میگیریم به قرآن مجید. نمیدونم بابا خوب بود دیگه. دستم میخوره، سرم میخوره، همه جام میخوره. همین که یه بهونه شو اومدیم بیرون خوب. خوابیده بودیم ولی واقعا دیگه انقدر خوابم خاطر همین ویدیو اومدیم بیرون. همین سگ ما رو میزد نمیدونم. به خاطر اینکه ما هر روز صبح 5 بیدار میشیم دیگه. یه بار دیگه غروب نشونتون بدم. اینم غروب. خود خورشید رو نتونستیم بگیریم ولی دیگه این حاله های بعد غروب دیگه مگه نمایی. آره. بچه ها خیلی پشه داشت اینجا، اصلا چیز افتضاح. پشه که به دستم زده، دستم درد میکنه. عقرب نزده که، پشه زده. بعد ماهی میگه که تو داری تلقین میکنی. من دستم درد میکنم. یه پشه زد به دستم، داشت دستم پشه نبود. پشه بود، من دیدم پشه بود. به دستم زد. دیدم پشه بود. یعنی پشه رو دستم بود. آره بابا. این وضعیت درست نیست آقا. این وضعیت زشته، کثیفه، مستهجنه. خدافظی کنیم از بچه‌ها. آره دیگه شبه تموم شد. بچه‌ها مراقب خودتون باشین. 2 تا ویدیو قبلی رو ببینید، سابسکرایب یادتون نره. قول میدیم که دیت 4 رو چند ساعت بعد دیت 3 براتون آپلود کنیم، چون زیاد این دیت 3 رو دوست نداشتیم. از چی میگن؟ یه چیزی میگن فیوریتمون نبود. فیوریتمون نبود. مراقب خودتون باشین. کلی دوستتون داریم. خدافظ.